بچه‌ها یه چیزی که اصلا نباید فراموش بکنید و باید جدیش بگیرید قدرت پول و استقلاله. وقتی یه نفری ساده بگم خرج شما رو میده، شما دارید کنترل میشید. زمانی که استقلال مالی به دست میاد، زمانی که مستقل میشید، کسی نمیتونه شما رو کنترل بکنه یا حداقل اون کنترلگری خیلی محدود میشه. نمیتونه منکر قدرت پول بشه و شما برای زنده بودن و اون بقا به پول نیاز دارید. اگر این پول داره از جانب خانواده شما تأمین میشه، پس شما برای بقا به اون خانواده نیاز دارید. یکی از راههایی که نیاز انجام بدید اینه که نسبت به توانایی و استعدادی که دارید خودتون رو به خانواده ثابت بکنید. پس اولین کاری که باید انجام بدید که دنبال کار بگردید. حتی اگر که اون کاری که دنبالش می‌گردید کار مورد علاقه شما نیست، خود اون پولی که از یک کاری که مورد علاقه شما نیست میتونه شما رو به علاقتون نزدیک بکنه. از جایگاه خیلی خیلی کوچیک شروع بکنید، برای خودتون درآمد خیلی خیلی کوچیکی داشته باشید و از اون مسیر و راه به خانواده نشون بدید که این شغلی که من انتخاب کردم، این کاری که بهش علاقه من هستم، میتونه به من درآمد بده و من میتونم در آینده توش موفق بشم.